تا خون عالم این ملت نریزد، تا خون زیایی این ملت نریزد، این ملت پیروز نمیشود. رنگی ترسو شده، مرغ شده شدگیان. وقتی مرغ میگم خرطو نکنم، یکم مرغا هم ملاهای بو مرغای کلان قط قط میکاگی. انا منوی که در سعودی خونده، انا منوی در پاکستان خونده، انا منوی در مصر خونده. رحمانوف یک تیران است، یک ظالم است، یک قاتل است، یک آدمکش است. وقتی اون ظالم قاتل ما نمیتونیم که این منکر با دستمون عوض بکنیم، وقت زبانهای بعضی همون مرغ شدن که حتی نمیتوانند با زبان صحبت کنند که اقلا درجه دوم ده قرار بگیرن، و حتی به همون دیل هم بد میبینند که رحمانوف منفور قاتل است، در قطار طبقه مسلمانان طایفه سوم داخل میشوند. و ذلك اضعف الایمان. ما باور بکنید دیگر نمیدونیم که با کدام زبان، با کدام شیوه، با کدام اسلوب، با کدام راه این ملت بفهمونیم که در چه قدر مصیبت ها قرار داره، در چه قدر بدبختی ها این ملت از دست این رحمانوف قرار دارند. ولی باز هم میبینیم چی؟ همه منتظر هستن که یک اعلانش میکنی انقلاب میکنی. شما قبل از اینکه انقلاب کنید اول کار برای این ملت انجام دادید. قبل از این که شما انقلاب کنیم کار برای، یعنی آمادگی برای انقلاب چی کار انجام دادی؟ برای اینکه این رحمانوف رذیل از قدرت برود و جای او را یک انسان وطن دوست و ملت دوست و میهن دوست و کمبغل پرور، یعنی شخصی که بتواند برای این ملت آبرو و عزت چه بالا بردارد باشد بیاید به سر قدرت. برای این کار انجام دادی؟ والله ملاها جواب میگه. گفتی اما اشان نوردین که در سعودی خونده، در پاکستان خونده، در مصر خونده، در قبرستان خونده. والله جواب میگه، همه جواب میگه در پیش خداوند. خاصتا همونایی که علم اسلامی خواندن ولی رفتن پشتی یک جا خودشان را بجا کردن، ای ما بخیزه میکشنم. والله تا خون علمای این ملت اگر نریزد این ملت پیروز نمیشود. تا خون عالم این ملت نریزد، تا خون زیایی این ملت نریزد، این ملت پیروز نمیشود. رحمانوف با ظلم و ستم به قتل و کشتارش ادامه میدهد تا اون روزی که این ملت از اون طلب نکند. و برای طلب کردن مردم آماده نمودن لازم است. برای اینکه مردم آگاهی پیدا کنند علمای دین باید بآموزند. زیاییان، آنانی که در یعنی که امکانی سخنوری دارند و میتونند مردم دعوت کرده و فهمانده، حتما باید این ملت بفهمانند. و فهماندن این ملت بر دوش ما و شماست. اگر من خاموش باشم زندگی عادی بگم برم، همه خیال بکنه به پس این ملت رحمانوف تجاوز میکنه و روز قیامت از هر یک ما و شما میپرسه. ما و شما یک روز نه یک روز میبریم. ما و شما یک روز نه یک روز الله این امانتی که برای ما داده است میگیرش. ولی در نزد الله از آن عمری که فیما افناه سوال کرده میشه یا نه؟ از آن عمری که در چی فناش کردی؟ من در فلان جا بودم، اگه اوجا بسیار با دولت تاجیکستان رابطه داشت، اگه من هم اسپرید رهش پیدا که بخیر ترکش که برای یک جای دیگه فکر دعوت نبکه. اگر هر کدوم ما و شما فکر داشته باشیم که در داخل خشتومانی اکما بچه امکش دختری اکش در موجه برا میکشن، مان بکشه کده برا میکشه رحمانوف. نترسی دیگه از رحمانوف. هر کسی از رحمانوف میترسه. هر کسی که فکر میکنه که من اگر کار کنم رحمانوف نزدیکای من چیکار میکنه، والله روز قیامت جواب میگه. نترسی دیگه از رحمانوف. نترسی اینکه بچه امکی من یا که همسایه منا فلان چی گپ میشوه، یا برادر ما چی گپ میشه، یا خواهر ما چی گپ میشوه، کشتن شهید میشوه، یکم پرابلم نیست. بخیر برادر راه در این راه استقامت لازم است، در این راه عمل کردن لازم است. سرمایه‌دارت با پولت کمبغل ملت کمک کرد. اونایی که یک هر هنر دارند در مبارزه ما، چنانه که در دولت تمام اقشار مردم نیاز دارد یک دولت یک جامعه، مخالفین هم با تمام اقشار مردم نیاز دارند. نه اینکه مخالفین تنها باید بشینن صحبت کنند. باید شما روز به روز از تمام قشرها، از تمام مردم کشور باید بپیوندید.
باید این که ناراضگی خودتون با شکل و با شیوه با این رژیم خوناشام رحمانوف باید به نمایش بگذارید. اگر والله قسم این کار از دست ما و شما نشود، پس بدانید که فاتحه این ملت خوانده شده است. پس بدانید که باز در نزد خداوند ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یا اینکه الله چی میگه؟ وقفوهم انهم مسئولون. بخیزونید اینها را، اینها مسئول بودن، اینها وظیفهشان بود، اینها وظیفه جانی و ایمانیشان بود که یک برادر مسلمان شونه، یک هموطن و یک همملت شونه از ظلم و ستم این ظالم رحمان آگاه میکردن. والله قسم علمی خواندگی شما دیگه فایده تا نداره. یک خیلیش دم برآورده است، اولی هم خوانده است. نخونه دیگه، وقتی خوندن تون گذشت، وقتی عمل و مبارزه آمده است. برای کی را میخونه شما دیگه؟ عمل کردن در کارهای عمل. اصحاب پیامبر یک آیت درس میگرفت، عمل میکرد به اون آیت. ای شما وقتی که رفتی خب حافظ قرآن شدی که وقتی آمدی تمام مردم بردن تجاوز کرد و کشت، اون حفظ قرآنی تو برای کی در کاره؟ برای خودت. یک کار کن برای ملت، برای این امت یک خدمت انجام بدی. من میبینم باور که با بعضش اولی هم در خواب سکوت اوتا میکشه رحمون، والله ما بکشه اوتا اوچه میکشه، ما بکشه اوچتا چی اوچه تا اوچه دیگه آدم فرق داره، یا پدری تا پدری من فرق داره. یگان پدر همه پدر مادر برای انسان نزدیک است، ولی برای چی شما خاموشه؟ کسی از شما نمیگه که یگان ببره بعضی در رحمانوف صحبت کنه، ولی کارهای میتونه انجام داده در هر بخشی که قرار داره. یکی ما یک ابزن رحمانوف فلان کار میکنه. آیا رسول اکرم از مکه هجرت نکرد به مدینه و دختراش در مکه نبودن؟ اقلا الگوتان محمد صلی الله علیه و سلم قرار بتیه، اقلا الگوتان پیامبر خدا را قرار بتیه. باور بکنید من وضعیت این ملت میبینم روز به روز تباه شده است، زیایش از عادیش تباهتر شده است. بعضیش رحمانوف کشته است، بعضیش با کرونا ویروس بردن آبود داره، بعضی دیگهش تهمت داره، زندان داره، بعضی دیگهش خائن گفته در کافتکاو قرار داده است. ولی باز همین مردم رنگی ترسو شده، مرغ شده شدگیان. وقتی مرغ میگم خرتو نکنه، یکم مرغا هم ملاهای بو مرغای کلان قط قط میکاگی. انا اونایی که در سعودی خونده، انا اونایی در پاکستان خونده، انا اونایی در مصر خونده، انا اونایی که در سوریه خونده، انا اونایی که در وقتای آبادی سوریه را در نظر دارم. با هزار خیلی شرحش نکنید. در جامعه هایی که در سوریه تحصیل کرده ولی آمده کارتان فقط چی است؟ چریدن خوردن گشتن. آیا دنیا و زندگی چریدن خوردن گشتن نیست؟ خدمت کردن در کار برای این وطن، برای این ملت. این دین ایمان نیست، این وطن تنها وطن ایمان نیست، این ملت تنها ملت ایمان نیست، مبارزه تنها مبارزه وظیفه ایمان نیست. هر یک قدم ما و شما باید که در این راه قدم بگذاریم و قدم گذاشتن ما از ایمانداری ما دلالت میکنه. امیدوارم که ملاها میفهمند و به قدری مصیبتی که بالای این ملت آورده است خوب میفهمند و انشاءالله که این درس خوبه برای هر یک باشد. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. باید آوردن در کره و باید آوردنش همین است که باید که ما تذکیر کنیم، باید بیاریم برای هر یک شخصی فهمیده تا اینکه بداند ای اوچه ما میکشن، ما هم بکشه شهید میشه، اگه پرابلم نیست، شفاعتت میکنه خونه سوخته. ای قشنگ بفهم، ما هم بکشش رحمانو، ما ناتتا بکشش کنه میکنه 70-80 روز میمبره شهید میشه و تمام تر شفاعتت میکنه خونه سوخته. اقلا همین اجر نمیگیری تو.